یک مقام دارد از زنی غرغر بروید زان که استادش غر است. مادری که بر خودش حیا ندارد، مادری که بر خودش شرم چی بودنش نمیداند، مادری بر خودش سطر نمیداند و هیچگاه برای شما دختری با حیا تربیت نمیکنه، برای شما فرزندی با آداب تربیت نمیکنه. بنابر رسول اکرم به جوانهای امتشان ترغیب کرده گفتند علیکم بذات الدین و فی روایت فاظفر بذات الدین تریبت یدا. من به شما بچه های جوان تاکید میکنم، بچه های خوش بیزنگیر تاکید میکنم، خواه آینده فرزنداتان با آداب شود، با حیا شود، خواه که زنهاتان براتان وفادار و با آداب شود، دخترای با حیا و با عفت بزنی گیرید، دخترایی که سر لوج میگردن کرکی آستین کلتی میپشن اونها رو بزنی نگیرید، زیرا که باید نمیتواند برای فرزندی آینده شما مادر شدن. پدرای عزیز، بستن رویمال و پوشیدن بدن زن این فرض است، این حکم قطعی خدا هست، این فرمان خدا هست. کدام زنی که کدام دختری که اگر گوید که من رویمال نمیبندم این به زیبایی من خلل میرساند